به نام خدا. سلام عزیزان. شاید برای شما هم سوال باشه که چرا یک گروهی مدام اصرار بر شهادت حضرت زهرا دارن، اون هم به طرز فجیع، و مدام به یک گروهی از مسلمانان فحاشی و بی احترامی میکنن و تفرقه اندازی میکنن. خب بدونین در آیات 13 مبارکه تا 15 مبارکه شورا خداوند میفرمایند که اصلا این گروه اول از همه که مسلمون که نیستن، مشرک هم هستن به خاطر تفرقه اندازی، و آیه مبارکه 28 توبه مخصوص مشرکینه. در آیات بعدی خداوند میفرمایند این گروه تفرقه ننداختن مگر پس از اینکه آگاه شدن و اینها بقی هستن. بقیان دقیقا همون چیزی که برای فرعون و فرعونیان خداوند میگه. بقیان یعنی کسی که مخالف با حق و برتری طلبه. یعنی فرعون میگفت منم که خدای بنی اسرائیلم و هیچ خدای دیگه رو قبول ندارم. اینها هم دقیقا میگن مایم که مسلمونیم، مایم که برتریم و همه بدن و مایم که باید به همه حکومت کنیم و مشرکن.